بازم با سلام خدمت دوستان. این بار پولای افغانی رو میخوام بهتون نشون بدم. این 10,000 افغانیه. حالا نمیدونم افغانستان ریال داره یا به تومان پولش. 10,000 و یه پول خیلی زیبا، یه مسجد کنارشه. نمای نزدیکشو میبینید دوستان؟ این مسجد خودمونه، فرقی نمیکنه. 10,000 ننوشته ریال یا تومان. اینجا هم 10,000 افغانی. اینجا میبینید نمای دورش، اینم عکس پشتش. من خیلی ای پولا مواظبت کردم. اینم ببینید چقدر زیباست. 10,000 افغانی، نمای نزدیکش، اینم نمای دورش. عزیزان خب چون وقتتون رو نمیخوام بگیرم، بریم پول بعدی. پول بعدی بچه ها 50 افغانیه. بازم گفتم اینم ریال نداره، یا ریاله یا تومانه. بازم من گفتم نمیدونم. 50 افغانی این سمتش میبینید، این نمای نزدیکش نوشته بانک افغانستان بانک. اینم 50 افغانی. بعد نمای پشتش هم دوستان این شکلیه، ولی متاسفانه یه تیکه گوشه اینجاش از همون اولم که به من هدیه دادن دوستان، حالا 15 سال 20 سال پیش بوده، نمیدونم کی بود، همین جوری بود. ولی من گذاشتم تو آلبوم که یه موقع تا نشن، خراب نشن، که اینجوری ساپ و سوف موندن. بعدش میریم پول بعدی بچه ها. این یکی متاسفانه خیلی تیکه پاره است، ببخشید. باز همون اول همینجوری تیکه پاره بود. این یکی 20 افغانیه. میبینید که اینجاش پاره، اینجاش خورده شده، انگار موش خوردهش. و 20 افغانیه، ولی پول جالبیه. من گذاشتم تو آلبوم، ساب شده. قبلا کج و کله بود، یارو تو جیبش رو انگار پول 1000 جا تا خورده بود. حالا خیلی وقت پیشم. ولی این ورش متاسفانه نمیدونم، این کوه خونه است. هرچی دور میگیرم نزدیک میگیرم نمیدونم چیه. ولی بالاخره پول افغانستان 20 افغانیه. سابسکرایب یادتون نره، لایک کنید، کامنت بذارید. پولای